سلام، به این مدیتیشن خوش اومدین. مدیتیشن دیدار با خود آینده. این مدیتیشن برای زمانیه که احساس میکنید در یه موقعیت گیر افتادین. وقتی اضطراب، ترس، غم، خشم یا تردید ذهنتون رو پر کرده و نمیدونید قدم بعدی چیه. میتونید از این مدیتیشن در موقعیتایی مثل این موارد استفاده کنید. مثلا زمانی که به دنبال کار هستین و امیدتون رو در طول پروسه از دست دادید، یا قبل از یه مصاحبه شغلی مهم، یا وقتی در محیط کار با مدیر یا همکار خودتون دچار چالش شدید، هنگام تصمیم گیری های مهم زندگی و یا زندگی شغلیتون، زمانی که احساس میکنید اعتماد به نفستون کاهش پیدا کرده، و یا هر زمانی که نیاز دارید دوباره با خرد، آرامش و قدرت درونی خودتون ارتباط برقرار کنید. در این تمرین با نسخه ای از خودتون ملاقات می کنید که سالها رشد کرده، تجربه اندوخته و با مهربانی و آگاهی بیشتری به زندگی نگاه میکنه. و این نسخه شما همیشه در درون خودتون حاضره تا با شما ملاقات کنه. این مدیتیشن رو میتونید به صورت نشسته یا دراز کشیده انجام بدید. اگر آماده هستید با هم شروع میکنیم. در وضعیتی راحت بشینید یا دراز بکشید. چشماتون رو به آرومی ببندید. چند نفس عمیق بکشید. دم از راه بینی، بازدم کمی طولانی تر از راه دهان. با هر دم آرامش رو به درون خودتون دعوت کنید و با هر بازدم هر تنش و فشاری رو که در بدنتون جمع شده رها کنید. اجازه بدین ذهنتون کمی آروم تر بشه. حالا توجهتون رو به زندگی امروز بیارید. به موقعیتی فکر کنید که این روزا ذهنتون رو درگیر کرده. جایی که احساس میکنید در چرخه‌ای از نگرانی، ترس، ناراحتی یا خشم گیر افتادید. بدون قضاوت فقط اون موقعیت رو ببینید. حالا تصور کنید 10 یا 20 سال از امروز گذشته. به آینده سفر میکنید. خود آینده‌تون رو تصور کنید. جایی رو ببینید که او زندگی میکنه. خونش چطوریه؟ الان کجاست؟ داخل خونه یا بیرون؟ چه چیزایی اطرافش دیده میشه؟ شاید مثلا عکس‌هایی، گیاهانی، آدمایی یا وسایلی که براش معنای خاصی دارن.
حالا خود آینده‌تون رو با دقت نگاه کنید. چهرش چطوریه؟ لباساش؟ موهاش؟ حالت صورتش؟ به چشماش نگاه کنید. چه چیزی در چشماش میبینید؟ آرامش؟ اعتماد؟ مهربونی؟ حکمت و فرزانگی؟ اجازه بدید حضور گرم و پذیرنده او رو احساس کنید. انگار سالها تجربه، عشق و رشد در وجودش نشسته. حالا همون بخشی از وجودتون رو که امروز احساس آسیب پذیری و رنج میکنه پیش او ببرید. همه نگرانیاتون رو براش تعریف کنید. از ترس هاتون بگین، از سردرگمی ها، از چیزی که این روزا بیشتر از همه آزارتون میده. نیازی نیست چیزی رو پنهان کنید. او همه چیز رو میتونه بشنوه. آرام آرام همه نگرانیاتون رو براش تعریف کنید. حالا تصور کنید که خود آینده‌تون با تمام عشق و مهربونی توجهش رو به شما هدیه میده. شاید شما رو در آغوش بگیره. شاید فقط کنار شما بشینه. شاید هم پیامی براتون داشته باشه. پیامی از آرامش، امید، اطمینان یا خرد. بدون تلاش، بدون زیاد فکر کردن، فقط ببینید چه چیزی براتون ظاهر میشه. خود آینده‌تون چطور توجهشو به شما هدیه میده. اجازه بدید تمام این عشق، گرما و آرامش وارد وجودتون بشه. احساس کنید هر چی که امروز براتون دشواره، حتی عمیق ترین ترس ها، غم ها یا ناامیدی ها، همگی میتونن در این فضای امن و مهربون پذیرفته بشن. کم کم احساس کنید که مرز بین شما و خود آینده‌تون کمتر و کمتر میشه. انگار آروم آروم با او یکی میشید. خرد او، آرامش او و اعتماد او در وجود شما جریان پیدا میکنه. چند
چند لحظه در این احساس بمونید. بدونید که این عشق، آگاهی و خرد چیزی نیست که از بیرون اومده باشه. همه اینا همیشه در درون شما بودند. خود آینده فقط اونو به یادتون آورده. خوب این لحظات رو حس کنید و پیام خود آینده رو با گوش جان بشنوید. با تمرین هر بار آسان‌تر میتونید به این بخش آگاه، مهربان و قدرتمند وجودتون دسترسی پیدا کنید. حالا باز هم چند نفس عمیق بکشید. دم از راه بینی و بازدم از راه دهان. آروم آروم توجهتون رو دوباره به بدن برگردونید. صداهای اطراف رو بشنوید. انگشتای دست و پاتون رو کمی حرکت بدید. و هر وقت آماده بودین چشماتون رو باز کنید. اگه دوست داشتید قبل از ادامه روزتون چند دقیقه یادداشت کنید. خود آینده‌تون چه پیامی برای شما داشت؟ یه قدم کوچیک که او از شما میخواد امروز بردارید چیه؟ اگه از امروز با همون آرامش و خرد زندگی کنید چه تغییری در انتخاباتون ایجاد میشه؟ یادتون باشه شما قرار نیست به فرد دیگری تبدیل بشید. فقط کافیه بیشتر و بیشتر با بهترین نسخه خودتون ارتباط برقرار کنید.